یک تعداد از دوستان و همراهان گرامی پرسیده بودند که چهارشنبه سوری در این چهارشنبه سال هست یا در چهارشنبه هفته آینده که منتهی به روز نخست فروردین میشه. قرائن و شواهد این جشن به ما میگه که چهارشنبه سوری در هفته پایانی سال برگزار میشه، چرا که بر اساس باورهای کهن ایرانی ها در آخر سال بر پشت بامهای خودشون آتشی میافروختن و در چند روز پایانی سال برای رفتگانشون بخشش میکردن تا روح اونها شاد باشه در جهان مینوی. اگر ما چهارشنبه آینده رو به عنوان واپسین چهارشنبه به حساب بیاریم و جشن چهارشنبه سوری رو در اون روز برگزار کنیم، در واقع فرصتی نخواهد بود که بر اساس باور کهن در روز بعد و روزهای بعد برای رفتگان، درگذشتگان و نیاکانمون بتونیم بخششی انجام بدیم، بر سر مزار اونها بریم. به مرور زمان و با وجود آمدن اسلام به ایران و جنبه بزرگداشت این آیین که آتش بر بامها میافروختن و مشخص می شده که مثلا اینها زرتشتی هستن، به مرور زمان این جشن تغییراتی کرده و آتشی که بر بامها افروخته می شده، این آتش بر زمین آمده و بر زمین مردم آتش می افروزند و این آتشی هست که ما برای گرامی داشته یاد و یادبود زنده نگه داشتن یاد نیاکانمون، درگذشتگانمون، کسانی که با ایشون زندگی میکردیم، برای اونها بوده. چنین است که میگویند فروهرهای رفتگان، درگذشتگان از آسمان به زمین میآیند در پایان سال و این آتش افروخته میشده برای اونها و یک سری مواد خوراکی مثلا مثل شیرینی، چیزی که پخته میشده، این رو به یاد اونها پخش میکردن برای مردم، برای شادی روان اونها پخش میکردن و در این آخر سال دیداری هست بین رفتگان که به زمین میآیند، خانواده خودشون، نزدیکان خودشون رو میبینن و باز دوباره به آسمان برمیگردن. اینها بر اساس باورهای کهن هست و نیاکان ما این چنین باور داشتند و این کار رو برای گرامی داشته یاد رفتگانشون، درگذشتگانشون، نیاکانشون انجام میدادند. یکی از مراسم هایی که در شب چهارشنبه سوری انجام میشد در روزگار قدیم تحت عنوان ملاقه زنی بود. در ملاقه زنی یک فردی یک چادری بر سر خودش مینداخت و در خانه مردم میرفت و در خانه مردم رو میکوبید و هر کسی به فراخور زندگی خودش به اون فرد و افرادی که این کار رو میکردن دهش و بخشش میکرد و این دهش و بخشش هم میتونست بر اساس پول باشه و هم میتونست بر اساس مثلا قدیم برنج باشه، آرد باشه، مثلا در پلاستیک میکردن، آرد میدادن، شیرینی میدادن و این از این جهت برگزار میشد که در شب عید همه مردم بتونن شاد باشن و همه مردم بتونن به لحاظ اقتصادی نانی، شیرینی، برنجی، خوردنی داشته باشن و با پولهایی که به دست میارن بتونن پوشاکی برای خودشون تهیه کنن و این کار ملاقه زنی رو بیشتر کسایی که قشر بسیار ضعیف اجتماعی بودن و دارایی و درآمد آنچنانی نداشتن. یکی از مسائل جالبی که در این جشن هست پختن آش هست و بر باورهای کهن این گونه بوده که معمولا اگر کسی بیماری داشته در این شب آش میپخته، از اون آشی که میپخته به بیمار میداده و مابقی اون رو بین در و همسایه و کسان و خیشان و اینها تقسیم میکرده و این برای شفای اون مریض بوده که از بیماری نجات پیدا بکنه و تندرستی خودش رو بازیابه. بهروز و پیروز باشید. پاینده ایران.